حلالم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. مقاومت نکن. ولش کن. استاد ابراهیم شما برین تو. مراد بذار پلیس خبر کنیم. نرو. استاد چیزی نمیشه تا پلیس بیاد طول میکشه. چاقو رو میدم به خورده خودت. چاقو رو بنداز. زورت به این زن رسیده؟ رفیق تو رو خدا ببخش. خواهش میکنم. رفیق خواهش میکنم تو رو خدا. بگیرینش. رابیو ببرینش تو ماشین. ببرینش. جناب کمیسر. خانم حالتون خوبه؟ ببینم طوریش که نشده. خواهر جناب کمیسر آمبولانس خبر کنید. بچه‌ها سریع آمبولانس خبر کنید. چی شده؟ مراد معلوم است داری چی کار میکنی؟ قربان فکر کردم تا پلیس بیاد من یه کاری. اگه اون عوضی به چاقو میزدن چی؟ میخواستم چیکار کنم؟ زن بیچاره تنها بود. خدا رو شکر کن آقا ابراهیم تماس گرفت ما رسیدیم. اگه نمیرسیدیم چی میشد؟ ای با تو هم آقای زرنگ یا سر عقل میای یا میندازمت زندون. پسرم تو اینجا ساب کن. بله قربان. خانم که به او شما مامورات جفتتون بازجویی میکنن. من از اینجا بیار بیرون. بیار بیرون. من از اینجا بیار بیرون. بیار بیرون. پشتتو نگاه کن. تو نجات پیدا کردی ولی منو تنها گذاشتی. از اونا جدا کردی. منو تنها گذاشتی. 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 مادر 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 جون مادر چی شده؟ مادر لطفاً بریم کنار. آروم باشین آقا. مادر. آروم باشین. آقا اجازه بدیم مادر. کارمون برسیم. مادر دخالت نکنید اون مادرمه. مادر برادر آروم باش. ریحان واقعا عذر میخوام. همیشه همینو میگی. تموم شد. قسم میخورم تموم شد. چند تا کار کوچیک احمقانه بود. منو ببخش. به خاطر تو از همه چی میگذرم.
یعنی دیگه اصلا با چنین آدمایی روبرو نمیشی؟ میتونی مثل یه آدم معمولی زندگی کنی؟ عین یه آدم معمولی. پس بگم مادرم بیاد خونتون، آره؟ باشه بیاد، فقط خبرمون کنی. باشه. خب دیگه خدافظ. خداحافظ. دست بالا. دست بالا. بی حرکت. چی میخواین؟ من که کاری نکردم. این اسلحه مالی کیه؟ خبر ندارم، مال من نیست. پس دست تو چی کار میکنه؟ اسلحه رو بگیرین. ببرینش. چشم قربان. لطفا این کارو نکنین. ریحان من کاری نکردم. ریحان مراد حالت خوبه؟ من خوبم. آره چی این کارو کرد؟ میگم از اینجا بندازنش بیرون. حقم بود مروه، بیشتر از اینا حقم بود. خیلی خوبم. مادرتون باید برای مدتی تحت نظر باشن، حداقل یه هفته. بی غیرتا، واسه زن بیچاره چاقو کشیدن. این رسمش نیست. چه رسمی؟ میشه بپرسم راجب چی صحبت میکنی؟ تو حالیت نمیشه خانم، بی خیال. به هر حال مادرتون نباید بیشتر از این ناراحت بشن. باید خیلی مراقب باشین. هالوک، مادر حالت خوبه؟ خوبم پسرم، خدا رو شکر خوبم. تو کی اومدی؟ همین که شنیدم اومدم مادر. پلیسا تماس گرفتن. باز که اینا رو پوشیدی؟ پوشیدم دیگه. واسه چی رفته بودی بیرون؟ رفتم حقوق بازنشستگیمو بگیرم. پس کی باید میرفت؟ من که واسط پول گذاشته بودم. برای چی لجبازی میکنی؟ دوباره شروع نکن هالوک. تا حالا هیچ لقمه حرومی از گلوم پایین نرفته. پسرم یه جوونی کمکم کرد. اونو دیدی؟ خدا خیرش بده. نمیدونم اگه به دادم نمیرسید چی میشه. ندیدمش مادر. بذار برم بپرسم کی بوده. خانم ببخشید، مادرم میگه یکی کمکش کرده. شماره تلفنی چیزی نذاشته؟ نه نذاشته. ای بابا، میخواستم تشکر کنم. خودش اونجا نشسته. معذرت میخوام، محکم زدم. نه مهم نیست، حقم بود. نه، رفتارم خشن بود. چیز مهمی نیست که سرش دعوا کنیم. برادر، من باعث شدم بهت زنین بشن. با آیندت بازی کردم. آره بازی کردی، ولی اینطور که فکر میکنی نیست. میتونم بگم به لطف تو به اینجا رسیدم. قبلا خیلی ساده بودم، به خاطر یه دختر به پول کم قانع شده بودم. ولی بعد از دستگیریم جریان کاملا فرق کرد. اون اسلحه بدون مجوز تو باعث مرگ کسی نشده بود و بعد 8 ماه آزادم کردن. ولی هر چی یاد گرفتم همونجا بود. با دوستام اونجا آشنا شدم. الانم با هم رفیقیم. هرچند تو که خودت تو این کارا استادی. به هر حال بی خیال. مادرم میخواد تو رو ببینه. جونشو نجات دادی. حالا من بهت بده کار شدم. انشالله اونم پرداخت میکنم. هالوک، چی شده داداش؟ سلام رفیق. چه اتفاقی افتاده؟ تو برو، مادرم تو اتاقه. اینجا چی کار میکنین؟ شنیدیم داداشمون رو ناراحت کردیم، برای همین اومدیم. چرا زحمت کشیدین؟ خوش اومدین. ممنون. شنیدم یکی دو تا عوضی به مادرت حمله کردن، آره؟
سلام خانم. چی کار میتونم بکنم؟ این چه حرفیه پسرم؟ فقط خواستم ازت یه تشکری بکنم. هالوک کجاست؟ دوستاش اومدن. حتما اومدن حال شما رو بپرسن. پسرم میشه ازت یه چیزی بخوام؟ بفرمایید. نزار بیان اینجا، بگو من خوابم. البته. ازت ممنونم. فعلا پلیس گرفتتشون، ولی ما اونا رو گیر میاریم. تو اصلا نگران نباش. بعدی در حق داداشمون، بعدی در حق ماست. مگه نه چنگیز؟ بله. چی شد؟ خوابیده. بهتر مزاحم نشیم. بعدم میان. نگران نباش. باشه. هرچه باشه ما با همیم، نه؟ هنوز خیلی کارا با هم داریم، درسته؟ مراد؟ برای چی چیزی بهش نگفتی؟ گفتم که حقم بود. به نظر آدمای قابل اعتمادی نمیان. اون هنوز خیلی جوونه. فقط فریبش دادن مروه. یه روزی میفهمه چی به چیه. اون روز دیگه خیلی دیره. آره. تا قبل از اینکه دیر بشه باید کاری کرد. کسی که به جای من دستگیر شد. پسرم مادر. این دیگه کیه؟ یکی دیگه که زندگیشو تباه کردم و به خاطر من افتاد زندان. حالا هم با آدمای ناجور میپره. تازه یه مادری داره عین شما. بنده خدا خیلی ناراحته. راحت نیست پسرم، راحت نیست. باید باهاش صحبت کنم. مراد کجایی مراد؟ چی شد؟ استاد ابراهیم بیمارستان بودم. آخه من اینجا تنها پسرم، خسته میشم. حق داری استاد. اجازه بده برم. یه کاری دارم انجام میدم، زود برمیگردم. باشه؟ ای. الو سلام، من مرادم. همونی که چک سفته. یعنی باز همونجاست؟ ممنون، خداحافظ. هالوک. بفرما داداش مراد، چه خبر؟ من به حرفایی که گفتی فکر کردم. ببین کار خیلی خوبی کردی. ببین به مادرم کمک کردی، ممنون، ولی من کار و زندگی دارم. منم میخواستم راجع به کارت باهات صحبت کنم. ممکنه امروز از زندگیت راضی باشی هالوک، ولی بالاخره یکی هالوک. بله. بیا تو، کارت دارم. رئیس کارم داره، من باید برم. هالوک صبر کن. آدرسم اینجا نوشته شده. اگه مشکلی داشتی تماس بگیر. پس هنوزم شانسی هست. آی دخترم ریحان، تو اینو از کجا پیدا کردی؟ از کیف پول هالوک افتاد. میخواستم پس بدم ولی معلومه فراموشش نکردی. خانم نورتن، من باعث شدم پسرتون بیفته زندان. اسلحه‌ای که پلیس تو ماشینش پیدا کرد مال من بود. برای همین میخوام این اشتباهمو جبران کنم. لطفاً کمکم کنین. پسرم تو داری خودتو فریب میدی. پسر من وارد راهی شده که خودش میخواد. به ریحان قول داد، به من قول داد، ولی بازم به قولش عمل نکرد. نمیشه بار این کارو تو به دوش بکشی. خداوند خودش اصلاحش کنه. ولی اگه زندانی نمیشد ممکن بود زندگیش طور دیگه‌ای بشه. نه پسرم، شاید تو اشتباهی کرده باشی، ولی خود هالوک این راهو انتخاب کرده. یه خواهشی ازتون دارم. ریحان، میشه باهاش صحبت کنم؟ شما میدونین ریحان کجاست؟
سلام ریحان خانم. اسم من مراده. بفرمایید. نورتن خانم سلام رسوندن. نورتن؟ مادر هالوک. بله درسته. حالشون خوبه؟ خوبه. میخواستم درباره مسئله باهاتون صحبت کنم. من باید برم سر کار. میتونم تو راه بهتون بگم. میدونین مقصر اصلی اون جریان اسلحه فقط منم ریحان خانم. همینطورم باعث جداییتون. گفتن تمام اینا کار جسورانه ایه، ولی جریان به این سادگی هم نیست. حتی اگه شما هم همچه اشتباهی کرده باشین اون به کاراش ادامه داد. بعد از آزادیش سراغ من نیومد. بعدش هم شنیدم باز مشغول به همون کار شده. ولی ریحان خانم ببینین، دلیل این کارش تنهایی بود. اگه اطرافش غیر از اون آدم و کسی نباشه چطور میتونه مسیر زندگیش عوض کنه؟ آقا مراد مشکل شما با هالوکه. بله، مشکل هالوک هم با شماست. به نظر من هنوزم خیلی دوستتون داره. باور نمی‌کنم. اگه اینطور نبود واسه چی هنوز این عکس همراهشه؟ این عکس دست شما چی کار میکنه؟ بدون که متوجه بشه از کیفش افتاد. منم گفتم بیام نشونتون بدم. ریحان، هالوک بهت علاقه داره. فقط تویی که میتونی اون از منجلابی که توش فرو رفته در بیاری. لطفاً خوب فکر کن. من خیلی فکر کردم. دیگه نمیخوام خاطرات گذشته رو مرور کنم و ناراحتیام تکرار بشه. خداحافظ. خوش اومدی ریحان خانم. ممنون. دیاز چطوری عزیزم؟ چه نقاشی قشنگی کشیدی. آفرین به تو. بذار به پدرت یه سلامی بدم و بیام. حق قانونیم هر چی باشه میگیرم. برام مهم نیست چی فکر میکنین. پیشنهادتون هر چی باشه قبول نمیکنم. هر کاری که میخواین بکنین. ریحان، خوش اومدی دخترم. همه چی رو به راه آقا عدنان؟ بله رو به راهه. تو نگران نباش. یه لحظه عصبی شدم. تو کار ما مرتب از این چیزا پیش میاد. خب دخترم چطوره؟ داره نقاشی میکشه. منم الان اومدم. پس آقا عدنان امروز حوصله حرف زدن نداشت ها؟ چیکار کنیم؟ باید با زبان دیگه ای باش حرف بزنیم. هالوک پسرم، بهتره کمی بیشتر با هم همکاری کنیم ها؟ این یارویی که پای تلفن باش صحبت کردم داره گردن کلفتی میکنه. میخواد چوب لای چرخمون بذاره. لازمه یکم گوشمالیش بدیم ها؟ چی میگی؟ یه دیدار دوستانه و یکم صحبت حالشو جا میاره. اینایی که به اصطلاح خیلی با کلاسن پشتشون به کله گنده ها گرمه و به ما اصلا اهمیتی نمیدن. باید به زبون خودمون باهاشون صحبت کنیم. به هر زبونی که بخوای حرف میزنیم رفیق. برو پسرم. موفق باشی. کارت تموم کن. برو. آدم میشه این کارو میکنه. من اومدم اوست ابراهیم. اوه خوش اومدی. اون خانم کی بود؟ چی میگی سونا؟ یه سوال کردم جوابمو بده. نمیخوای بگی کی بود؟ به تو ربطی نداره سونا. اعصابمو خورد نکن. چه خوب به حرفش گوش میدادی. خوب گرم گرفته بودین. سونا انقدر با این مزخرفات منو ناراحت نکن. جدی آقا مراد؟ نمیتونی این کار کنی فهمیدی؟ نمیتونی دروغ بگی.
مراد یکم صحبت کنی. بفرما استاد. ببین مراد، بالاخره مغازه رو پس گرفتی. خدا رو شکر. میشه بعد از این همه مشکلات دیگه این همه با هم جر و بحث نکنین؟ دیگه تحمل این دعوا مرافعه ها رو ندارم. باشه استاد، نگران نباش. از این به بعد حواسم رو جمع میکنم. برام دعا کنین. خدایا خودت کمک کن. چنگیز امروز صبح یه یارو مزاحم شده بوده. همونی که تو بیرانستان بود؟ آره اون. بعدش هم تا اینجا اومد. میشناسمش. آدم عوضیه. با حال و کم مشکل داره. بله رئیس. با حال و کار داریم رفیق. نظر فکرش به هم بریزه. اون یارو رو پیدا کن، گوشمالیش بده، دیگه مزاحم نشه. حرف تو ما بگین رئیس. ببین چی میگم. حالا با خبر نشه باشه؟ باشه حتما. برو. با من مخالفت میکنی؟ به نظر بهتر میای مادر. آره پسرم خوبه. من شب اینجام. الان کجا میری؟ هالوک لطفا یکم دیگه بمون پسرم، خواهش میکنم. باشه، نیم ساعت دیگه میمونم. بفرمایید. ولی دیگه نونی چه نونی عوضی؟ استاد ابراهیم، استاد ابراهیم چیکار کردی عوضی؟ چیکار کردی؟ نباید نزدیک حالت باشی. دوروبر عثمان رئیس هم پیدات نشه، وگرنه اینجا رو سرت خراب میکنم. فهمیدی؟ بیام بریم. نامردا، نشونتون میدم. استاد ابراهیم، استاد ابراهیم جایت زخمی شده؟ استاد ابراهیم، استاد ابراهیم، استاد ابراهیم. تقصیر منه، تقصیر منه، تقصیر منه. اونهاش اونجاست. تقصیر منه. پسرم چی شد؟ آقای ابراهیم حالش خوبه؟ تقصیر منه مادر، تقصیر من شد. همش تقصیر اون دختر است. اسمش چی بود؟ ریحان. آره به اون مربوط میشه. سونا تمومش کن، تمومش کن. ملک خانم. مروه دخترم، آقای ابراهیم حالش خوبه؟ حرف بزن دخترم. یه حمله قلبی بوده ولی خوشبختانه رد کرده. تا چند دقیقه دیگه میبریمش تو بخش. ببین چی کار کردی؟ وای به حالت. بازم نگون دختر کیه. مادر ملک بیا بریم یه آبی بخوریم. هر چی میکشیم دست تو میکشیم. هالوک، اینجا چی کار داری؟ منو تعقیب میکنی؟ نه، یکی از دوستان بستریه. خدا شفاش بده. ممنون. خواهر نورتن چطورن؟ خوبه ممنون. دیگه باید برم. ببخشید. هالوک، چرا نمیخوای درک کنی؟ اون آدما با تو دشمنن. اونا از پشت بهت خنجر میزنن. چی داری میگی؟ هالوک، نرو اونجا. به فکر آدمایی باش که دوستت دارن و به فکرت هستن. آدما؟ غیر از مادرم کی به فکر منه؟ ریحان، تا حالا هر کاری کردی به کنار، اما برای ادامه رفتارات هیچ توجیهی برای ریحان قابل قبول نیست، چون که اون دختر هنوز دوستت داره. ریحانو از کجا میشناسی؟ مادرت تعریف کرد. اصلا چه اهمیتی داره؟ گوش کن چی میگم هالوک. به خاطر ریحانم که شده تا دستاتو آلوده نکردی منصرف شو. زمان زیادی گذشته، اتفاقات زیادی افتاده. فکر نمی کنم منو قبول کنه. هالوک، داری راه تو اشتباه میری.
چرا نمیمونی و به خاطر عشقت مبارزه نمیکنی هلوک؟ مروه الان نمیشه مراد. بفرمایید. سلام علیکم. سلام خانم. شما منو نمیشناسین. مادر مراد هستم. اسمم ملکه. جدی؟ ماشاءالله پسرتون خیلی آقاست. حالا آقا شده، ولی در گذشته مثل پسر شما بود. شما هالوکو میشناسین؟ پسرم برام گفت. من خوب درکتون میکنم. شما هم اونو درک کنین. سکوت و قهر هیچی رو درست نمیکنه. پسرتون به شما احتیاج داره. اگه تنهاش بذارین نجاتش سخت‌تر میشه. آخه چی کار میتونم بکنم؟ باهاش حرف بزنین. مادرها میتونن خواسته های قلبیشونو با صمیمیت به فرزندانشون انتقال بدن. اگر بتونه درد و رنج درونی شما رو درک کنه خودش اصلاح میشه. کدوم مادری میتونه ناراحتی بچه‌شو ببینه؟ مطمئن باشید همه چی درست میشه. امتحان کنید، چیزی رو از دست نمیدی. به نظرم امروز حالش خوب نبود. میترسم بره و یه کاری انجام بده. چی کار میتونم بکنم؟ آخه بسته شدم به این تخت. این خونشه. 3 ساعت دیگه از خونه میاد بیرون. دیر نمیکنه. متوجه شدم. اینجا هم سوار ماشینش میشه. از این طرف میره. عصر هم از همین راه برمیگرده. من کی برم؟ 2 ساعت صبر کن. بعد برو. خیلی خوب. باید از هم جدا شی. باشه. برو. ریحان. هالوک. حالت چطوره ریحان؟ خوبم، تو چی؟ خوبم. اصلا عوض نشدی. تو هم همینطور. ببین باز همون لباسا رو پوشیدی. آره همینطوری پوشیدم. مادرم بیمارستانه، چیز دیگه ای پیدا نکردم. خدا شفاش بده. ممنون. تو چطوری؟ هی میگذرونیم. خب دیگه من رفتم. میای یه چایی با هم بخوریم؟ زیاد وقتتو نمیگیرم. لب ساحل رستوران یکی از دوستامه. چه جور دوستیه؟ یه دوست خوبه. نگران نباش. اونطوری که فکر میکنی نیست. باشه پس ساعت 5 بیا اینجا دنبالم. باشه همینجا. بفرما همشاری. با عثمان کار داشتم. تو کی هستی؟ من دوستشم. آقا عثمان نیست، بعدم بیا. اونهاش اونجاست. وقتی میگم نیست یعنی نیست. برو. اون کارش تمومه. یکی از نفراتمو فرستادم. الان داره خدمتش میرسه. عدنانم آدمی نیست که همینطوری بشینه و کاری نکنه. یه وقت مشکلی پیش نیاد. ای بابا اون نمیتونه کاری بکنه مگه نه؟ دیگه کسی نیست براش پارتی بازی کنه تا برنده بشه. چاره دیگه نداریم. باید کار عدنانو تموم کنیم. باشه؟ دیگه همه میدونن چه آدم به اصطلاح خوبیه. آره درسته. هفته پیش تو خونش مهمونی داده. چون بچه خودش عقب مونده است، همه بچه‌های عقب مونده رو جمع کرده بود تو خونش. سرش به این کارا گرمه. فیلم بازی میکنه که آدم خوبیه.
همین هفته عکسش انداخته بودن تو روزنامه ها. تاجر خوشقلب. جالبه نه؟ خونه اون تاجر خوشقلب رو ببینید. اونهاش همونجاست. چند تا خیابون پایینتر همه میشناسن. خونه سطح بالاییه. ولی بپرسیم ببینیم مالیات خونه رو میده یا نه. اگه به دولت نمیپردازه باید به ما بده. زبون خوشم حالیش نشه به زور حالیش میکنیم، اذیتش میکنیم. اون عوضی اصلا نباید تو این مناقصه برنده بشه. لازم باشه باید تونش با جونش پرداخت کنه. قبول کن خیلی زبنه عثمان. خب دیگه منتظر خبرهای خوبی. قربون شما. خب دیگه خسته نباشی. ممنون. منتظر خبرهای خوبی. قربانت باشه. سلام علیکم. چی؟ نیازی نیست. تو کسی؟ نیازی نیست. اومدم حرف بزنم. چجوری اومدی تو؟ حالا هر جوری اومدم تو چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. هر کی از راه برسه که ما باش حرف نمیزنیم. ولی با من حرف میزنی تو. چی کار کردی احمق؟ ها؟ کار تو اینه که نظری کسی بیاد تو. بیشور احمق. ببرش. بندازش بیرون.